خدمات مطبوعات ریاست نقلیات پلیس حوزه فدرالی قفقاز شمالی روسیه روز 9 سپتامبر خبر داد که کارمندان پلیس در فرودگاه پلاتو شهر نوچرکاسک یک شهروند 21 ساله تاجیکستان را که از خوجند آمده بود برای پوشیدن فوتبال که با رمز یک سازمان افراطی در روسیه ممنوع دستگیر کردند. این جوان تاجیک را به شعبه پلیس فرودگاه پلاتوف برده نسبت به او بر اساس قسم یکم ماده 20 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه با اتهام تبلیغ و یا در مسعر عام نمایش دادن رمزهای فاشیستی و یا رمزهای سازمانهای افراطی یا دیگر رمزهایی که در مسعر عام نمایش دادن آنها را قانونهای فدرالی روسیه منع کردند پروتکل مأموری ترتیب دادند. و این شهروند تاجیکستان بر اساس این بند قانون روسیه همچون جزا تا 15 شبانه روز حبس مأموری تهدید میکند. پلیس تفصیلات دیگر نداده است ولی رسانه‌های محلی خبر دادند که در فوتبال که شهروند تاجیکستان رمز اتحاد جنایی زندانیان که فعالیتش در روسیه همچون سازمان افراطی منع کرده شده است کشیده شده بود.